پیغمبر خدا گفتند زمان می شود که شما ای مردم مسلمان با مردم یهودی جنگ میکنید. جنگ افتتاح می شود، مسلمان با قبیله یهود جنگ میکنند. فتسلطون علیهم، لکن عاقبت جنگ پیغمبر خدا گفتند ظفر با مسلمان ها انجام یابد. مسلمان ها در این جنگ بین یهود غالبیت به دست بیارند. چگونه گفتن پیغمبر؟ فیقول الحجر، حتی همین سنگ های کلانی که هستند اینها زبان میکشایند و میگویند یا مسلم وراء یهودیون، ای مسلم احتیاط شو و نزدیک من بیا که در پس من یهودی هست، فقتله و یا قتل کن.